اگه فکر میکنین یلدا یعنی هندوانه، انار و فال حافظ، وقتشه بدونین پشت این شب یک راز چند هزار ساله خوابیده. شبی که برای ایرانی ها فقط طولانی ترین شب سال نبود. شب زایش خورشید بود. شب نبرد نور و تاریکی. شبی که هزاران سال پیش اجداد ما باور داشتند میترا یا ایزد روشنایی از دل یک سنگی در غاری تاریک به دنیا میاد تا تاریکی رو شکست بده. همین باور و آیین بعد از حمله اسکندر مقدونی به ایران توسط یونانی ها تا قلب اروپا رفت. از روم تا آناتولی، از کلیساها تا فرهنگ غرب. طوری که حتی کریسمس هم ریشه هایی در همین شب یلدا داره. بله، خیلی ها نمیدونن، اما بخش بزرگی از سنت های کریسمس از مهرپرستی و آیین میترا وارد فرهنگ رومی ها شد و بعد با ظهور و میلاد عیسی مسیح تثبیت شد. و جالبه بدونید یلدا یعنی میلاد، در زبان سریانی یعنی همون تولد. به همین خاطر این شب برای بسیاری از ملت‌ها از ایران و افغانستان تا تاجیکستان و ترکیه هنوز مقدس و مهمه. اگه میخواید بدونین چرا یلدا شب منجی بوده، ارتباطش با میترائیسم، اوستا و کتاب مقدس چیه؟ چرا 3 موقع زرتشتی در همین شب راهی بیت لحم شدن تا تولد عیسی مسیح جشن بگیرن؟ و اینکه کریسمس چطور از دل یلدای ایرانی بیرون اومد؟ همه اینها رو در ویدیوی کامل در یوتیوب میتونید ببینید. لینک کانال یوتیوب در بیو همین پیج هست. ویدیو رو ببینید تا کاملترین روایت شب یلدا رو بشنوید. روایتی که نگاهتون رو به این شب باستانی برای همیشه عوض میکنه.